سلام مخلص شما موشکافم. اگه خاطر شریفتون باشه چند شب پیش گفتیم شیخ پری رفت اهواز و یه جوک 2014 تعریف کرد. میدانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران. بله، حالا ببینید جیره‌خوار سیدعلی تو قم چجوری همین جمله شیخ پری رو برداشته و میخواد به عنوان دسر زهر به خورد بسیجی‌های آشولاش بده. رئیس جمهور محترم هم در اجتماع هزاران نفر از مردم خوزستان در این باره گفتن که توافق ژنو یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ایران و این کلام رئیس جمهوری اسلامی و همچنین حضور ارزشمند وزیر محترم امور خارجه بر سر مزار شهید سرافراز حزب الله عماد مغنیه و اداء احترام ایشان به فرمانده نظامی مقاومت لبنان به مذاق دولت مستکبر آمریکا خوش نیامد و از خودش واکنش نشون داد. مردم با ایمان و غیرتمند ما هم در برابر این جسارت و دخالت اهانت آمیز دولت آمریکا در پاسخ به آمریکایی‌ها همان شعار همیشگی رو سر خواهند داد. تو که بلدی اینجوری از دنب کوسه نقل قول کنی، خب چرا بقیه حرفای شیخ پری رو قرقره نمی کنی؟ چیه؟ میترسی شعار مرگ بر آمریکا تو دهن بسیجیا بماسه؟ برخی فکر میکنند ما خوشمان میآید با خارجی ها بخندیم و قهوه بخوریم. لبخند و اعتماد سازی برای پیشرفت کشور است. ما از ابزار دیپلماسی استفاده میکنیم. آیا برداشتن تحریم ها کار بدی است؟ منظور حسن کلیدساز از برخی هم معلومه دیگه، نه؟ دشمن را باید شناخت، جبهه دشمن را باید شناخت. لبخند دشمن را نباید جدی گرفت، نباید فریفته اون شد، هدف را نباید فراموش کرد. به این میگن استخون جویدن، اونم تو رأس نظام. بگیرید آقا، گاز بگیرید، کوسه پاچه سیدعلی رو گاز بگیره، سیدعلی هم دم کوسه رو بجوه. ته خط مشت ملت ایرانه و دک و دنده ولایت. گفته بودم که میام تو بیتتان بزنمتان، جلو چشمای همه زیر لگد میبرمتان. دم کلوک رسیدم خوشکنن خوشان دیدمتان. جفتمش دستا بالا سیدعلی خیز کرد گباشه، کفشاش از زد زیر گلدوک صدا کرد مشتباشه. بالش پیش دادم و گذاشتمش کنز اتاق، سرش تو دادم و چپاندمش توی اجاق. ابوله ماشاءالله، دستگله ماشاءالله، عضو حالا زیر پله ماشاءالله، ضربه خورده دنگله ماشاءالله. الهی که سقط بشه ایشالله، الهی 8-1 بره ایشالله. الو به ریشش بزنی ایشالله، ریشش از بیخ نکنی ایشالله. هر کی نگد ماشاءالله بابا گوری شد ایشالله. هر چی که بافت از ما پاره بشد ایشالله 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 ایشالله. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.